فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی سوالی در مورد سوال فقهی در مورد حج کردن که پرسیدن زنی بیوه هستم، آیا یک زن میتواند بدون محرم قصد سفر حج بدون محرم سفر کند؟ در روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، ما روایات صحیحی رو داریم و صریح هستند در صحیح بخاری و بقیه کتب در واقع نقل شده که در روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر مسیرة یوم الا مع ذی محرم. برای زن مسلمانی که ایمان دارد به الله و روز قیامت جایز نیست که بیشتر از یک شبانه روز رو که یک روز رو که در اون معیارهای قدیم بوده به سفر برود مگر همراه با محرم. و در روایت دیگر به صورت دقیق‌تر و کلی‌تر این اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، که زن نباید مسافرت بکند مگر با همراه با محرم. و شرایط محرم این است که این محرم باید یک انسانی باشد که از نظر نسبی یا سببی در واقع جزء محارم این شخص باشه و در حد بالغ باشه، نه اینکه یک بچه کوچیکی که هنوز به بلوغ نرسیده اینو همراه خودشون بکنن. و این محرم حتما یکی از شرایط وجوب حج بر زن هست. یعنی اگر یک زنی مال داشته باشد و سرمایه داشته باشد و راه امن باشد، برایش میسر باشه که برای حج برود، منتها محرمی رو ندارد که اینو به حج ببرد، از نظر شرعی از دیدگاه تمام فقها حج بر چنین شخصی واجب نیست و فرض در واقع نمیگردد. و قول راجحی که در این زمینه هست بنابر دستور رسول الله و توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست که زن مسلمان بدون محرم برای سفر برود، ولو اینکه سفر حج یا عمره باشه. و حتی در برخی از مذاهب مانند مذهب امام شافعی رحمت الله علیه یک استثنایی رو قائل شدند که اگر جماعت نساء باشه، یعنی یک مجموعی از زنان هستند که برای حج میروند که بسیاری از این زنان محرم دارند اما یک زنی مثلا محرمی ندارد، اینو اجازه دادن که همراه با این جماعت زنان در واقع به حج برود. اما از نظر عقلی اگر نگاه بکنیم، از نظر شرعی نگاه بکنیم، میبینیم که این قول هم هیچ گونه وجاهتی رو نداره، زیرا که در این سفر حج زن نیاز به یک محرم داره، امکان داره که بیمار بشود، امکان دارد که در یک جایی گم بشود، نیازی به یک مرد رو داره و زنان دیگر به هیچ عنوان نمیتونند که نقش یک محرم رو برای این فرد در واقع ادا بکنند. پس بنابراین بدون از محرم حتی برای حج رفتن جایز نیست.